حکومت‌ها و ادارات خدماتی مکلف به ارائه خدمات و تسهیل دسترسی شهروندان به حقوق اساسی آنهاست که اکنون این مسئولیت‌ها و ادای مکلفیت‌ها در مقابل شهروندان مطابق به ارزش‌های اسلامی و ملی در تحت نظام امارت اسلامی افغانستان ارائه می‌گردد. با روی کار آمدن نظام ملی و مردمی امارت اسلامی افغانستان در طول بیشتر از 3 سال کارهای اساسی و بنیادی صورت گرفته است که ما در این مستند به روایت مختصر آن در رابطه به آبرسانی و سیستم فاضلاب شهری پرداخته ایم. ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری یکی از ادارات خدماتی است که به طور شبانه روزی جهت بهتر شدن و انکشاف شبکه آبرسانی و سیستم سازی برای فاضلاب شهری در این بخش فعالیت‌های چشمگیری می نماید.